3 اشتباه رایج در OET. اگه میخوای نمره OET بالاتر بره باید از این 3 تا اشتباه دوری کنی. اشتباه اول، فقط حفظ کردن بدون تمرین واقعی. خیلی‌ها فقط متن رو میخونن و اون رو حفظ میکنن و وقتی موقع رول پلی یا رایتینگ میشه نمیتونن ازش استفاده کنن. تمرین واقعی با شرایط آزمون رو جدی بگیریم. اشتباه دوم، ندونستن ساختار آزمون. مثلا نمیدونن در بخش رایتینگ برای بخش پلنینگ چقدر باید وقت بذارن، یا مثلا در بخش اسپیکینگ نمیدونن چطور باید با مریض ابراز همدردی کنن. یادتون باشه باید ساختار رو مو به مو یاد بگیریم. اشتباه سوم، بی‌توجهی به مدیریت زمان برای هر بخش آزمون. باید یاد بگیری برای هر بخش زمانت رو تقسیم بندی کنی. مثلا برای بخش رایتینگ خیلی‌ها وقتشون رو برای بخش اینتروداکشن میذارن و در آخر وقت کم میارن. یادت باشه اگر در مسیر OET هستی اول باید این اشتباهاتت رو اصلاح کنی. اینجوری نصف راه رو رفتی.